میان قله ها عمرم هدر شد، مدام اون ماه از من دورتر شد. اون قله اولی در نزدیکی روستان بود، خیلی هم نزدیک بود، ولی هی رفتم مدام از اون ماه از من دورتر شد. مولوی برونگراست. این عجیبه، اکثر عرفا درونگرا هستند، سر بر زانو میگذارند و به درون خود فرو میروند. مولوی با بیرون درگیره، همیشه برونگراست. انگار یه آدمی تمام درگیری هایش با عوامل بیرونیه، انگار یه مراجعیه که در اداره وارد شده بی سر و ته، هی میخوان بره اونجا امضا بگیر، اونجا امضا بگیر، اینجا درگیر میشه، اونجا گرایه میکنه. تمام حالات را تجسم میبخشه.